تیک تک تیک تک تیک تک. آقا داری چی کار میکنی؟ من ساعتم. ساعت؟ ساعت؟ خب ساعت چنده؟ ساعت 12. 12؟ اما حالا که ساعت 1. پس من جا موندم. تیک تک تیک تک تیک تک تیک تک. چی شد عزیزم؟ چی شده؟ غمتو نبینم واسه ما سنگینه. حرف بزن بگو چی شده؟ هم بازم اون دفعه رفته بودم واسهش گفتی ولش کن. میخواستم دم نشده نلغمش. آره خط قرمزی من رد کرده. حواسم واسهش باشه. خب این دفعه میرم واسهش میرم. دانش آسفال میگم خط نشده نلغمش. خب باز هم داستان واسه مهدی 56 شاخ میشه، واسه من تیزی میکشه. حواسم میشه هست. اما تو الان میگم واسهاش اول تو بغیر کردم میندازمش. خدافظ. سلام خانم، من براتون ماشین بادکنکی درست کردم با پاکت شیر، 4 تا قرقره، 2 تا سیخ چوبی و خمیربازی و بادکنک درست کردم. الان این ماشین با کمک باد حرکت میکنه. اگه بادکنک خالی شد ماشین هم میایسته. الان این ماشینم حرکت نمیکنه. خانم میشه اشکالشو بگی؟ من این 2-3 روزه این حرکت نمیکنه. 2-3 روزم انجام دارم خانم. فعلا خدا حافظ. رفتن we have nothing برای گفتن. everything was between us finish شد. اینجا برام نیست دیگه جای موندن. I wanna go from life تو بیرون. you remember لایفمو کردی ویرون. I wanna go don't say که دیوونه ای. برای stay I haven't گونه ای. تایم خدا حافظیه تو گلوم. حلقه زده بغض غریبونه ای. تایم خدا حافظیه تو گلوم. حلقه زده بغض غریبونه ای. I wanna go from life تو بیرون. you remember لایفمو کردی ویرون. when I saw you at the first time I remember لا 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 لا. سلام، میخوام یه تجربه خیلی باحال رو باهاتون به اشتراک بذارم که یه محتوای آموزشی هم توی این پیج گذاشته باشم. من وقتی که اسباب کشی کردم به این خونه جدید متوجه شدم که این خونه به اندازه کافی پریز نداره. پس یه فکر بکر کردم و هر جایی که نیاز به پریز داشتم اونجا یه پریز گذاشتم. برای مثال این بخش خونه پریز نداره و من اینجا احتیاج به یه پریز دارم. تنها کاری که میکنم اینه که اینجا یه پریز میذارم. به راستی اگر درختان بدانند سالها تولید اکسیژنشان صرف بقا و رشد چنین موجود بینمکی شده، برگهایشان نمی ریزد؟ داشتن گام‌های بلند در زندگی با تنبان کردی بدون جرت و پرت و خشتک پارگی. یک کناگه بنشینید و بلند شوید و از پاره نشدن خشتک لذت ببرید. بسیار جادار.
با لیفونگ 8 سانتی زیبا، با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین تکنولوژی روز دنیا، با قیمت باور نکردنی فقط 198,000 ریال. منتظر محصولات بعدی ما باشید. دوستان شب یلدای همه شما مبارک. انشالله سال خوبی رو داشته باشین. انشالله کرونا میره، حال دلمون خوب میشه. به سلامتی پرستارهای عزیزمون یه دونه صلوات محکم بفرستیم. اللهم صل علی محمد. دوستان اومدن یه دونه فریستایل واسه تون برم واسه آهنگ جمجمه که الان یه ذرهشو میخونم واسه تون. جمجمه شد قمقمه اونجا رو وسط بلبله، اونم من وسط دنباله. جمجمه شد قمقمه. اینم گفتم یه واسم بگم که داخل آهنگ جمجمه بودش و تو تابستون میاد بیرون آهنگ. فعلا ارادت. سلام فالوورای گلم، من امروز اومدم اینجا دوئل کنم با یکی از گانگسترها. آره داداش، یه قدم دو قدم سه قدم. سلام جان، آقای چطوری بسن؟